شود سنگ خارا به کردار موم، به کشتی گرفتند نهادن سر، گرفتند هر دو دوال کمر. هم آورد پشتی دلاور جوان، زمان سر آمد نبودش توان. زدش بر زمین چوب کردار شعر، بدانست که او هم نماند به زیر. این نورسان از همه مکتب‌های دهاتی میرعلی آباد ناحیه واسه اشتراکچیان آزمون شاهنامه‌خوانی هستند. چرابینی مذکور روزهای تعطیل زمستانه مکتبیان در این مکتب دهه یکی از دهه‌های دوردست این دهات به راه مانده شده شماره زیادی نورسان را جلب کرد. این اقدام آموزگار رحمت الله موسی‌زاده روزهای تعطیل از روی ذوق نورسان سری وقتی بود. در این محیط آنها از داستان‌های شاهنامه زیاده از 1000 مصرع شعرها قرائت کردند. هر بی قصبی بریده شه جامه نشد، هر نکته ردی بلا و ردنامه نشد. بعد از سر فردوسی توست تا امروز، هر شاه اثری نوشته شاهنامه نشد. من سفر و مدینه خواننده صنف 11 مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 34 به نام خیلا افضل میباشم. در آزمون شاهنامه خوانی که در بین جماعتی به نام میرعلی محمدعلی برگزار گردید اشتراک نمودم. در این آزمون مذکور زیاده از 500 بیت داستان‌های شاهنامه را از بر نموده و پیشکش اعضای حکمان گردانیدم. بناهای آباد گردد خراب، ز باران و از تابش آفتاب. پیفکندم از نظم کاخ بلند، که از باد و باران نیابد گزند. من آدینه و ملاحت خواننده صنف 11 می باشم. من اشتراکچی آزمون شاهنامه خوانی بوده. در این آزمون زیاده از 600 بیت را از بر نمودم و من با توسط این آزمون دانش خود را صیقل داده از تاریخ نیاگان خود با خبر گشتم. چرابینی مذکور در دوره چرابینی‌های معرفتی با مقصد بلند برداشتن حس وطنپرستی نورسان و جوانان و بلند برداشتن سویه دانش آنها راه اندازی گردیده با شرط‌های گوناگون خاطرمان گذشت. شرط‌های آن یافتن معنای لغت‌ها در شاهنامه، طریق تستی، سوال جواب‌ها و قرائت داستان‌ها به خوانندگان فهما بودند. اعضایان حکمان نمایندگان از شعبه معارف ناحیه و آموزگاران فن زبان و ادبیات تاجیک و دانش و مهارت اشتراکچیان بهاگذاری نمودند. و در حقیقت این آزمون نشان داد که خوانندگان ما بعد از اعلان شدن آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است رو به قرائت اثرهای بدیعی آوردند و بار دیگر این آزمون این گفتارها اثبات میکند. در این آزمون شماره زیادی خوانندگان از جماعت میرعلی آباد ناحیه اشتراک نمودند و آنها از خود یک مهارت بلندی سخنوری اندیشه‌رانی را نشان دادند که این بار دیگر از ذوق بلندی کتابخوانی مردم ما شهادت می‌دهد. تشبثکاری به واسطه این چهاربینی مذکور آموزگاری مؤسسه رقم 49 ناحیه واسه موسی‌زاده رحمت الله بود که این شخص خیلی دلبستگی نسبت به ادبیات و فرهنگ دارند. در جنبست آزمون به اشتراکچیان فعال این چهاربینی از نام سرپرستیان مکافات‌های پولی تقدیم کرده شدند. پیش از این چهاربینی با اقدام رحمت الله موسی‌زاده در این دهات چهاربینی‌های دیگری معرفتی گذرانده شده بودند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر زهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.